ما همیشه وقتی اسم پرستار رو میشنویم ناخودآگاه یه آدم مهربون که لبخند رو لبشه و یه لباس سفید تنشه رو تصور میکنیم که 90% هم فکر میکنیم یک خانومه. اما این داستان 180 درجه تصورات ما رو نسبت به پرستارا به هم میزنه. I tried to kill myself throughout my life because I never really liked being who I was because I didn't think I was worthy of anything. این چارلز کالنه، متولد 22 فوریه 1960. لقبش پرستار مرگه. یک قاتل زنجیره‌ای امریکایی که تو طول 16 سال کار خودش به عنوان پرستار به قتل 40 نفر اعتراف کرد. توی بازجویی هایی که پلیسا داشته، اونا حدس میزنن که اون تعداد بیشتری بیمار رو کشته و جالبه که کالن اصلا یادش نمیاد که طرف کی بوده و فقط بعضی از جزئیات صحنه قتل رو یادشه. با این حال چارلز کالن با این سابقه درخشانی که واسه خودش دست و پا کرده رو میتونیم تو لیست یکی از مرموزترین و پرکارترین قاتلای زنجیره‌ای توی تاریخ بذاریم. چارلز کالن در 22 فوریه 1960 در اورنج غربی نیوجرسی در یک خانواده پرجمعیت با وضعیت مالی ضعیف به دنیا آمده. یک خانواده 10 نفره با 8 تا بچه که چارلز آخرین بچه بود. پدرش ادموند راننده اتوبوس بود و زمانی که چارلز 7 ماهش بود مرد. اوضاع مالیشون از اونی که بود بدتر شد و مادرشون مجبور شد 8 تا بچه رو به تنهایی بزرگ کنه. چارلز دوران کودکی خودشو بدبخت توصیف میکنه و میگه که دائما توسط همکلاسی‌ها و دوست پسرای خواهرش مورد آزار و اذیت قرار میگرفته. اون وقتی که 9 سالش بوده با نوشیدن مواد شیمیایی اولین بار دست به خودکشی زده، اما واسش اتفاقی نیفتاده و فقط مسموم شده. چارلز توی 6 دسامبر 1977 وقتی که 17 سالش بود مادرش هم توی تصادف از دست میده. 1 سال بعد از مرگ مادرش هم درسش تموم میشه و از دبیرستان وست اورنج فارغ التحصیل میشه. اون رفت توی نیروی دریایی آمریکا ثبت نام کرد و آموزش‌های اولیه و معاینات روانشناختی که واسه استخدام ازش گرفتن و با موفقیت گذروند و استخدام نیروی دریایی شد. ولی اونجا هم باز همکاراش دستش مینداختن و اذیتش میکردن. اون تو تیم خودش مسئول عملیاتی کردن موشک بود. اما یه روز به جای یونیفرم با اسکراپ و ماسک جراحی و دستکش مثل پزشکا کنار موشک نشسته بود که تا مافوقش اونو دید بدجوری تنبیهش کرد. اما هیچ وقت دلیل اینکه چرا اون لباسا رو پوشید و نگفت. چند وقت بعد اون تنبیه هم برای بار دوم دست به خودکشی زد. انگار چارلز هر موقع که از لحاظ روحی آسیب میدید یا تحقیر میشد فقط یه راه داشت: خودزنی یا خودکشی. اداره نیروی دریایی هم با فهمیدن قضیه خودکشی اونو بردن یه مرکز روانپزشکی و بعد یه مدت کوتاهی هم عذرشو خواستن. کالن تو سال 1984 یعنی وقتی که 24 سالش بود از نیروی دریایی مرخص شد، اما مدت کوتاهی بعد از ترخیصش در دانشکده پرستاری در نیوجرسی ثبت نام کرد. انگارم از اول خودشو تو لباس پزشکی تصور میکرد. بعد از 1 سال دوره آموزشی به عنوان رئیس کلاس پرستاری انتخاب شد و در بخش سوختگی مرکز پزشکی سن بارناباس در لیونگستون نیوجرسی شروع به کار کرد. تو همون حال و هوا هم با آدریان یه دختر جوان آشنا شد و خیلی سریع با هم ازدواج کردند و صاحب 2 تا فرزند شدند. آدریان کم کم یه سری رفتارهای غیر عادی از چارلز دید. مثلا کتابای دخترش رو میسوزوند، تو نوشیدنی‌های مردم مایع فندک میریخت، حتی یه بارم بچه‌هاشو به مدت 1 هفته سپرد دست یک پرستار که ازشون مراقبت کنه. شاید هم میترسید که خودش بهشون آسیب بزنه و اینجوری اونا رو از خودش دور میکرده. آدریان هم که ترسیده بود و نگران 2 تا بچه‌هاش بود، رفت شکایت کرد و ادعا کرد که چارلز یک بیمار روانیه و اینجوری تونست دستور منع صادر کنه. دستور منع
حکمیه که دادگاه برای حفاظت از کسی که دچار خشونت خانگی، جنسی، تجاوز، کودک آزاری یا مازوخیسم صادر میکنه و حالا دیگه چارلز حق نداره به خانواده‌اش سر بزنه یا با اونا در ارتباط باشه تا وقتی که تکلیفش مشخص بشه. خب چارلز واقعا هم یه بیمار روانی بود و حالا زندگیش هم داشت از هم میپاشید و از این طرف هم باید تو مرکز پزشکی که کار میکرد مراقب بیماراش میبود. اما اون برخلاف وظیفش داشت عمل میکرد. تو ژوئن 1988 اولین قتلش رو تو همین مرکز انجام داد. دوز بیش از حد کشنده داروی وریدی رو به یک بیمار تزریق کرد و اون بیمار رو کشت. اون دومین قتل خودش هم تو همون مرکز انجام داد. مقتول پدر ینگو 78 ساله بود که قاضی سابق شهرداری جرسی سیتی بود. پدر ینگو بعد از واکنش آلرژیک به یک داروی رقیق کننده خون بستری شد. جالبه بدونید که اون نباید بعد از مصرف دارو زیر نور آفتاب میرفت، ولی چون از این مسئله خبر نداشت، اون روز تو ساحل جرسی داروشو خورد، رفت زیر آفتاب دراز کشید و طی یک واکنش آلرژیک دچار سوختگی شدیدی شد و به مرکز سوختگی که چارلز توش کار میکرد منتقل شد. چارلز هم با تزریق لیدوکائین بهش پرونده قاضی و بست و فرستادش اون دنیا. چارلز به کشتن چندین بیمار دیگه توی سن بارناباس اعتراف کرد. یک بیمار مبتلا به ایدز که بیش از حد بهش انسولین تزریق کرده بود. کم کم مقامات بیمارستان به آمار مرگ و میرشون مشکوک شدن. اونا تو بررسیاشون به سرومایی که دور انداخته شده بود رسیدن و به چارلز مشکوک شدن. ولی چون مدرکی علیهش نداشتن، اونو مجبور کردن که بیمارستان رو ترک کنه و اون تو ژانویه 1992 سن بارناباس رو ترک کرد. اما یه ماه بعد به بیمارستان وارن توی نیوجرسی رفت و تو قسمت مراقبت‌های ویژه و قلب مشغول شد. اون از همون بعد به ورودش دست به کار شد و تو اونجا 3 زن مسن رو با مصرف بیش از حد دیگوکسین به قتل رسوند. دیگوکسین یک داروی کاهش دهنده ضربان قلبه و مصرف بیش از حدش باعث ایست قلبی میشه. اما اینجا یه شکاف وجود داره. چرا هیچکس به چارلز شک نمی‌کرد؟ چرا هیچکس متوجه قتل نمی‌شد یا نمی‌دیدش؟ یا چرا هیچکس شکایت نمی‌کرد؟ جواب سوال اول اینه که هیچکس به یک پرستار واقعی شک نمی‌کنه. اونم وقتی که تو بیمارستانه و مشغول کار خودشه. اصلاً کسی فکرشو نمی‌کنه که یکی بدون هیچ دلیلی اومده جونتو بگیره. اونم به جای کمک و مراقبت از تو. تقریباً محاله. جواب سوال دوم اینه که اون زمان، یعنی سال 1992، دوربین‌های مداربسته زیادی وجود نداشت یا حداقل همه جا به دوربین امنیتی مجهز نشده بود. بیشتر تو بانک‌ها و خونه‌های سیاستمدارا و اداره‌های پلیس یا جاهای فوق امنیتی دوربین نصب می‌شد. تقریباً از سال 2000 به بعد بود که دوربین‌های مداربسته همگیر شد و همه توی خونه‌ها و پارکینگ‌ها و مرکزهایی هم که خیلی اهمیت نداشت دوربین نصب می‌کردن. پس تو اون دوره قاعدتاً کسی نمیتونست چارلز رو هر لحظه چک کنه و این خودش یه باگ بزرگ بود و البته موهبتی برای چارلز. جواب سوال سوم اینه که اون بیشتر سراغ بیمارای مسن میرفت یا بیمارایی که مرگ و دور و بر خودشون میدیدن. کالن هم توی موقعیت مناسب داروی مرگ و به جای داروی زندگی به بیمار تزریق میکرد. در ضمن تو تزریق دارو درگیری و جر و بحث پیش نمی اومد یا اثری از خونریزی یا مورد مشکوکی نبود. اون خیلی ریلکس میرفت کارشو انجام میداد و میومد. البته 1-2 بار از بیمارستان شکایت شد، ولی بیمارستان و مدیرانش گردن خودشونو زیر گیوتین ذره‌بین رسانه و روزنامه ها نمی‌بردن و با بررسی خیلی سطحی اظهارات رو بی اساس رد می‌کردن. خب برگردیم سراغ خانواده چارلز. تو این مدت آدریان طلاقشو به سختی گرفت و چارلز بعد از جدایی مشاجره‌آمیز از آدریان خونه‌شو به یک آپارتمان زیرزمینی در فیلیکسبورن نقل مکان کرد. اون بازم بهش شوک وارد شد و یک ضربه روحی محکم. اما برای درمان مشکل خودش رفت سراغ راه حل مخصوص خودش، یعنی همون خودکشی. اینجا یه شکاف کوچیک لازمه برای اینکه بدونیم دلیل این همه خودکشی چیه. بیشتر از 90% کسایی که دست به خودکشی میزنن دچار نوعی از اختلالات روانن، از جمله افسردگی شدید، اختلال 2 قطبی، اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت، اعتیاد شدید به مواد مخدر یا الکل
و حتی اختلالات فیزیکی مثل سندروم خستگی مزمن، شکست عشقی، اعتیاد به الکل، سوء مصرف مواد یا دارو، عوامل استرس‌زا مثل مشکلات مالی، مشکلات شغلی، مشکلات تحصیلی یا مشکلات ارتباط بین فردی مثل طلاق یا قطع رابطه. جالبه بدونین کسایی که خودکشی ناموفق دارن مثل چارلز، احتمال خودکشی بعدیشون 100 برابر افراد معمولیه. طبق آمار مؤسسه ملی بهداشت روان ایالات متحده امریکا، هر خودکشی موفق بعد از دست کم 11 مورد اقدام به خودکشی ناموفق اتفاق میافته. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به 92 تا 96% خودکشی‌ها ناموفقن و فقط 4% خودکشی‌ها موفق حساب میشن. خب به نظر خیلی از دلایل خودکشی چارلز رو متوجه شدیم. چارلز بعد از خودکشی ناموفق خودش تو زیرزمین خونش به مرکز روانپزشکی منتقل شد و 1 ماه بعد دوباره به زندگی برگشت. سپتامبر همون سال یه بیمار 91 ساله سرطانی در بیمارستان وارن گزارش داد که کالن که اصلاً پرستارش نبوده به اتاقش اومده و به اون یه چیزی تزریق کرده. اون بیمار بعد یه روز میمیره. پسر اون بیمار 91 ساله به بیمارستان اعتراض میکنه که مرگ بیمارش طبیعی نبوده. بیمارستان هم از تست دروغسنج استفاده میکنه و از کالن و چند تا پرستار دیگه که بهشون مشکوک بوده آزمایش میگیرن، ولی کار به جایی نرسید. کالن بعد چند ماه از اون بیمارستان جابجا شد و رفت یه بیمارستان دیگه و بعد 2 سال به یه بیمارستان دیگه و از اونجا به دلیل عملکرد ضعیف اخراج شد و 6 ماه بعد به یک بیمارستان دیگه به بخش تنفسی رفت و به دلیل دارو دادن در زمان برنامه‌ریزی نشده و دیده شدن سرنگ تو دستش قبل ورود به اتاق جراحی اخراج میشه و از اونجا هم به یک بیمارستان دیگه میره و مدام از این بیمارستان به یک بیمارستان دیگه جابجا میشه و تو هر جابجاییش چندین نفر رو میکشه. اون تو سال 2000 هم یه بار دیگه دست به خودکشی زد. این بار توی وان حموم کلی زغال ریخت و یه کوره زغالی درست کرد و میخواست خودشو آتیش بزنه که همسایه‌ها بوی دودو حس کردن و با آتش نشانی و پلیس تماس گرفتن. انگار چارلز فقط بلد بود جون بیمارا رو بگیره، نه جون خودشو. بعد این قضیه هم به بیمارستان و بعد به یک مرکز روانپزشکی منتقل شد، اما چند روز بعد دوباره مرخص شد و به خونه برگشت. چارلز طی 11 سال 9 موقعیت شغلی و حدود 12 بار خودکشی رو تجربه کرد. یه شکاف خیلی مهم: چرا با وجود این همه جابجایی و اخراج شدن و بی‌ثباتی روانی، بیمارستان‌ها بازم پذیرای چارلز کالن بودن و اونو استخدام می‌کردن؟ جواب اینه که چارلز کالن همیشه خودشو موجه جلوه میداد. البته که چهره آرومش هم خیلی بهش کمک میکرد. بسیار کم حرف بود، مؤدب بود، ظاهر شیک و آراسته‌ای داشت و از خودش به کسی چیزی نمیگفت و به ندرت با کسی صحبت میکرد و به گفته همکاراش تک کلمه‌ای جواب میداد. طبق آماری که روزنامه نیویورک تایمز تو اون زمان داده بود، بیشترین دلیل ضعف کارفرماها از انتقال اطلاعات منفی حتی درباره کسایی که اخراجش کردن، تهمت و شکایت کارکنان علیه کارفرماهاشون بوده. علاوه بر این، هیچ مکانیزم گزارش‌دهی برای شناسایی پرستاران با مشکلات سلامت روان یا شغلی وجود نداشت. واسه همینم خیلی عادی و بدون تشکیل پرونده اخراج می‌شدن و به راحتی میتونستن جای دیگه استخدام بشن. و این میتونه بزرگترین باگی باشه که در طول 11 سال زمینه خیلی مناسبی رو واسه چارلز فراهم کنه که تو موقعیت‌های شغلی مختلف فعالیت کنه و جون خیلی از بیمارا رو بگیره. بعد از گذشت سالها و قصر در رفتن این پرستار قاتل، سرانجام در اکتبر 2003 در بیمارستان سامرست به دلیل قند خون پایین یک بیمار فوت میکنه. اون بیمار قربانی نهایی کالن بود. تو سامرست بازرسان متوجه شدن داروهایی که چارلز کالن درخواست میکنه برای اون بیمار دکتر تجویز نکرده. از طرف این خبر به مراتب بالاتر و در نهایت به مقامات ایالتی میرسه و اونا بیمارستان رو محکوم میکنن که چرا کوتاهی کرده و به چارلز دارو داده. از همونجا تحقیقات در مورد سابقه شغلی کالن، سوءظن‌های گذشته‌اش در مرگ بیمارا شروع شد
و در 31 اکتبر 2003 چارلز رو به دلیل دروغ گفتن در درخواست‌های داروهای غیر تجویزی از بیمارستان اخراج کردند و پلیس اون رو واسه چندین هفته زیر نظر داشت تا تحقیقات خودش رو بتونه کامل کنه. سرانجام چارلز کالن در 12 دسامبر 2003 در یک رستوران دستگیر شد. کالن به کارگاه‌ها گفته بود که در طول 16 سال کاریش تو بیمارستان‌ها و مرکزهای درمانی 40 بیمار رو به قتل رسونده. در آوریل 2003 چارلز کالن در دادگاه نیوجرسی محاکمه شد و به قتل 13 بیمار و تلاش برای کشتن 2 نفر با تزریق کشنده در زمانی که در سامرست مشغول بود اعتراف کرد. طی بازجویی‌هایی که از چارلز کالن میشد، اون مقتول‌ها رو کامل یادش نمی‌اومد و خیلی اطلاعات ناقصی میداد. واسه همین بی‌حواسی کالن هستش که نمیشه آمار دقیق تعداد قتلاشو اعلام کرد. بالاخره در مارس 2006 حکم چارلز کالن توسط قاضی اعلام شد. His questions have been answered to his satisfaction. The parties acknowledge that this is the Not enough to swear, Mr. Cullen, at this point. You do swear the testimony. اون به 18 حبس ابد متوالی برابر 379 سال زندانی محکوم شد. اون تا 10 ژوئن 2403 واجد شرایطی آزادی مشروط نیست، هرچند که خیلی از عمرش هم باقی نمونده. در حال حاضر 64 سال سن داره و در زندان ایالتی نیوجرسی نگهداری میشه. یه صحنه خیلی جالب که نشون میده چارلز کالن تا چه حدی درگیر بیماری روانی هستش این بوده که وقتی حکم دادگاه رو میشنوه به قدری عصبانی میشه که به مدت 30 دقیقه مدام فریاد میزنه عزیزم باید کنار بکشی. منظورش از عزیزم هم قاضی دادگاه بوده که تا زمانی که مامورا با پارچه و نوارچسب دهن کالن رو نمیبندن آروم نمیشه. حتی بعد از بستن دهنش هم به تلاش برای تکرار این جمله ها ادامه میداده. اما همونجا قاضی نظرش رو عوض کرد و 6 حبس ابد دیگه به حکمش اضافه کرد که البته هم خیلی تاثیرگذار بود. تو این داستان فقط یک شکاف باقی میمونه. انگیزه چارلز از این همه قتل چی بوده؟ انگیزه چارلز از کشتن بیماراش خیلی جالب بوده. کالن اظهار داشته که برای اینکه بیماراش دچار ایست قلبی یا تنفسی نشن و تو لیست کد بلو قرار نگیرن اونا رو میکشته. کد بلو یا کد آبی برای نشون دادن اینه که بیمار نیاز به احیا یا نیاز به مراقبت فوری پزشکی داره استفاده میشه، ولی در نهایت بیمار دچار ایست تنفسی یا ایست قلبی میشه. اون به گفته خودش به بیمارا دارو تزریق میکرده تا بتونه به رنج اونا پایان بده و به قول خودش جون کندن اونا رو نبینه و مریض عذاب نکشه. اون به بازرسان میگفته که چند روزی بیمارا رو زیر نظر داشته و وقتی میدیدی که بیمار داره عذاب میکشه انگیزه میگرفته و هم میکشتشون. واسه همینم هست که به چارلز کالن لقب پرستار مرگو دادن. بعد از پرونده کالن و شکایت خانواده از بیمارستان‌ها، پنسیلوانیا، نیوجرسی و 35 ایالت دیگه قوانین جدید رو تصویب کردند که کارفرماها و مدیران بیمارستان‌ها باید عملکرد شغلی کارکنای خودشون رو ارزیابی کنن و حمایت‌های قانونی رو برای گزارش‌های خطاهای پزشکی ارائه بدن. قانون ارتقاء سال 2005 مکمل قانون ایمنی بیمارستان رو ملزم میکنه تا جزئیات رو در مورد کارکنای خودش به بخش امور مصرف کنندگان نیوجرسی گزارش بده و موظف شد که شکایت و سوابق انضباطی مربوط به مراقبت از بیمار رو به مدت 7 سال نگهداری کنه. Understanding terminal, his systems were failing, meaning his kidneys, his liver, and I believe neurologically he had suffered some sort of stroke, meaning he wasn't responsive. I'm not
not sure neurologically if that was the case, but he hadn't been responsive, whether it be medications or a stroke, for quite some time.